سلام دوستای گرامی، خوش اومدید. میخوام موهامو 7 رنگ کنم. پس قبلش وازلین میزنیم چون به اینجای موهامون، به اونجای پوست سرمون، پوست صورتمون. خب واسه اینکه رنگی نشه، بله اینم از این. خب حالا میریم سراغ رنگ. خب رنگایی که استفاده میکنم این رنگ هست و نارنجی رو با قرمز و زرد درست میکنم در کل دیگه. از این مارکش هم همچین مارکیه. خب سبز خیلی خوش رنگی. بریم سراغ رنگ کردن. خب از رنگ بنفش شروع میکنم. اول بسم الله در زدم. الان میریم سراغ رنگ آبی نفتی. ببینیم این رنگا چی در میاد دیگه. یا ترمالی میشه یا قاطی قاطی میشه یا اینکه واقعا رنگ میگیره. خدا کنه قاطی نشه. یه خیلی خفنه رنگش، خیلی کیوته. ببینید خب بریم سراغ آبی خوشگل. خب هم میریم سراغ رنگ سبز. خیلی چه سبزی. تر زرد. ترمالی کردم. اشکال نداره، زرد رو میزنیم ببینیم روش چی میشه. خدا کنه که زرده بگیره.
سبز مورد علاقمون که چند وقت پیش ترمالی کرده بودیم. بریم سراغ رنگ نارنجی. از اونجایی که نارنجی نداریم خودمون نارنجی رو درست میکنیم. الان میریم سراغ رنگ قرمز که آخرین رنگ باشه. خب اینم از پایان کار. از اینکه شستیم دیگه مشاهده میفرمایید که چگونه شد. بسیار عالی شد. خب دوستا ادامه شد تو ویدیوی بعدی میتونید مشاهده کنید. بای بای که ببینید چطوری شد. خدافظ. بای بای.